از خواب پاشدم خیلی آرام و آهسته آسمان 22 نوامبر آسمان خوب. این ماشین رو داریم بپراشیم اینجا همچین یخ زده. خیلی جالب نیست. من از مخترعین خواهش میکنم یه چیزی بسازم که ما یخ رو نتراشیم. این هم شد یخ تراشی. اول بسم الله رو یخ تراشی. این واقعا جالبه برای ما. این آقای حمید آقای ما که داره فیلم میگیره الان میخواد بره دبی. آقا اونجا الان میخواد بره آتیش دفاع کنه، ما اینجا داریم یخ خوابی میکنیم. این هم از وضعیت هوای آلمان، هم آفتابیه هم یخ اونم با این زخامت. باید وسایلش داشته باشی. شما میدونی چیه؟ این یه وسیله‌ایه که شما نمیدونی چیه. ما میدونیم چیه. بفرمایید. شما که نمیدونی چیه، من میدونم